درود با توجهاتون. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز با مهمترین تفصیل آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیوی موجر. امروز 22 سентябр 2020 سال. خبرهای این ساعت را از ولگوگراد روسیه شروع میکنیم. در شهر ولگوگراد روسیه یک راننده مارشروت درون شهری رقم 110 با عمل غیرنظامی خویش قهرمانی رسانه‌های خبری محلی و شبکه‌های اجتماعی گشت. این راننده سونیوزوف شهروند تاجیکستان بوده در ولگوگراد در نقلیات جمعیتی شهری به مسافرکشانی مشغول است. وی با نوشتجات در داخل میکرواتوبوس به سهم مسافران رسانیده است که از طبیبان، ҳамшираҳои شفقت و دیگر کارمندان بیمارخانه پول نمیگیرد و راهگیرها برای آنها در این مسافربر رایگان است. این عمل خویش را راننده تاجیکستانی سونیوزوف در صحبت با تلویزیون محلی ولگوگراد یک سهم کوچک در دستگیری روحی و معنوی کارمندان خدمات طبی ارزیابی کرده است. گفته می‌شود که زمان جاری شدن محدودیت‌های گشت و گذار و حالت خودنگهداری در خانه سونیوزوف نیز در برابر دیگر مهاجران کار خود را موقتا از دست داده و در چند هفته را در خانه سپری کرده است. در این مدت او وقت خود را به مطالعه خبر و گزارش‌های فراگیری اوید به کرونا ویروس در جهان، سهم طبیبان در پیشگیری و تبابت بیماران صرف نموده است. از این رو سونیوزوف با دوباره برگشتن به فعالیت مسافرکشانی، تدبیر بی‌راهگیری و انتقال دادن کارمندان مؤسسه‌های طبی، طبیبان و ҳамшираҳои شفقت را روی دست گرفته است. پیشنهاد سونیوزوف را برای در دیگر نقلیات مسافرکش برای ماندن چنین عمل رانندگان دیگر دستگیری نکردند، اما او کار نیک خود را تا کنون ادامه داده ایستاده است. اکنون درباره او ساکنان ولایت ولگوگراد هر روز از هر رسانه‌های محلی خبر و مقاله‌های پای در پای و نو به نو مطالعه می‌کنند. خبرهای آخرین روز را شما مستقیما میشنوید. موضوع دیگر در روسیه میمونه و خبرها را ادامه میدید. وزارت کارهای داخلی روسیه تمدید نوی مهلت روادید و پتنت برای خارجیان را بررسی میکند که مهلت آن 15 سентябр به اتمام رسیده است، زیرا آن هنگام چهارراه محدودکنی با سبب کرونا ویروس صورت میگیرد. گفت سردار سرریاست مسائل مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه والنتینا کازاکووا به خبرنگاران. تا 15 سентябр عمل اجازتنامه‌های به مثل روادید، اجازتنامه کار، پتنت، اجازتنامه برای استقامت موقت، اجازت برای استقامت، همه حجت‌های گوناگون مسائل مهاجرت شهروندان خارجی را به تنظیم درآورده بازداشته شده بود. حالا مسئله تمدید همین چهارراه تهیه شده ایستاده است. گفته است والنتینا کازاکووا در سنه 10 سентябр، اما با گذشت بیش از یک هفته سر مسئله مذکور هیچ گونه معلومات رسمی دسترس نمی‌گردد. قبلا وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه خبر داده بود که سر از 19 مارس سال روان بنابر پاندمی کرونا ویروس مولد بودباش خارجیان در روسیه درست کرده می شود، از جمله ثبت نام محل، قید اقامت، تمدید پتنت یا اجازتنامه کار و تمدید مهلت روادید. در ماه می اینچنین از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده شده بود که اگر مهلت پتنت از 15 مارس تا 15 ایون به اتمام رسد، آن به طور خودکار 93 روز دیگر تمدید کرده می شود. در این برابر اکثر کارشناسان مسائل مهاجرت بر این نظرند که حکومت فدراسیون روسیه موظف می‌گردد که در این دوره مشکل به بار دیگر کمر همت بندد و مسئله قانون‌نگردانی و رسمیت مهاجران مهنتی را تمدید نماید، چون وقت و زمان حاضر این را طلب می‌کند. تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید و به خبرهای دیگر میگذاریم. تحلیلگران خدمات سیاحی پورتال توت.رو اعلام داشتند که چیپتاҳо به مینسک، بیشکک و نور-سултлон که روسیه به تازگی به این کشورها پروازهای مستقیم بین المللی را برقرار کرد چقدر ارزش دارند و نرخ‌ها نسبت به سال گذشته چگونه تغییر یافتند. در حال پس از اعلان سرگیری پروازها به بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان، شماره درخواست‌ها برای چیپتا به این کشورها یک باره افزوده است و متناسباً از 1.5 تا 4.3% نرخ چیپتاها از نرخ‌های قبلی پیش از کرونا ویروس بالا رفت.
با سبب زیاد شدن طلبات مسافران به چیپتاهای هواپیمایی در مسیر دوشنبه مینسک، دوشنبه مسکو، در مسیر مسکو مینسک و مسکو بیشکک در ریتینگ طلبات اسد زیاد چیپتاهای این دو شهر مقام اول کسب نمودند. چیپتاها از مسکو به نور-Султлон از صبح 21 سентябр از یک طرف نرخ اولیه از 10 و از 9 هزار روبل شروع می‌گردد. پروازها به مینسک، استانبول، دبی، وارشاوا و دیگر شهرها از مسکو پیشنهاد کرده می‌شود که نرخ عمومی آنها از 15 تا 17 هزار روبل را تشکیل می‌دهد. ارزش چیپتاها از مسکو به بیشکک در ماه اکتبر به حساب میانه به یک طرف تا 22,000 روبل را تشکیل خواهند داد. در این خصوص اقتصاددانها و متخصصان ساحه حمل و نقل هوایی ابراز نظر کردند. سازمان جهانی تندرستی هشدار می‌دهد که پنجشنبه کرونا ویروس نو کووید 19 در جهان شدت می‌گیرد، اما حالت‌های مرگ بیماران کمتر به قید گرفته شده است. طبق معلومات آخرین نشر شده سازمان، هفته گذشته در جهان قریب 2 میلیون حالت نو سرایت کووید 19 اشکار کرده شد که این نسبت به یک هفته پیش 6% زیاد است. این پیش از همه زیادترین حالت سرایت‌یابی در طول یک هفته از آغاز پاندمی کرونا ویروس می باشد آمده است در اظهارات رسمی سازمان جهانی بهداشت. طبق معلومات سازمان آماری ورلدمترز از آغاز پاندمی در جهان 3.5 میلیون حالت سرایت کووید 19 معاین کرده شده است. قریب 968 هزار سرایت یافته فوت دیده زیاده است. 23.1 میلیون نفر وضع سلامتی خود را برقرار کردند. شماره بیشتر حالت‌های اشکار شده سرایت در ایالات متحده آمریکا 7 میلیون نفر، در هندوستان 5.5 میلیون و در برزیل 4.5 میلیون نفر گفته می شود. روسیه نیز تاکنون در دهگانه اول قرار دارد. حالت‌های سرایت‌یابی در این کشور به قید گرفته شده است. افزایش یک روز آخری حالت‌های نو سرایت‌یابی کرونا ویروس در روسیه 6215 حالت را در 83 منطقه تشکیل دادند. در مسکو باشد 980 حالت خروج نو کرونا ویروس به قید گرفته شده است که وضع معلومات استفاده فوری که روز سه‌شنبه نشر شده است برمی‌آید. در آخر هفته گذشته بار اول از ماه ایول شماره گرفتاران کووید 19 از 6,000 نفر در یک روز گذشت. قبل از آن شروع از 4 سپتامبر شماره گرفتاران اشکار شده از 5 تا 55,000 حالت کرونا ویروس را تشکیل می‌داد. در روسیه طبق اصول حساب کنید 1,115,810 سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده است که در تمام دوره در روسیه 19,649 نفر فوت دیدند. تعداد رخصت شدگان از بیمارخانه‌ها 917,949 نفر را تشکیل داده است. از جمله 5,976 نفر در دوام 24 ساعت اخیر بنا به قناعت بخش گردیدن وضع سلامتیشان از جانب طبیبان رخصت داده شدند. شما خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و از روسیه به ترکمنستان میرویم. نمایندگان اگنتی روی آهن ترکمنستان و ریاست روی آهن وزارت نقلیات افغانستان درباره وضع ساختمان در دایره لایحه تد گفتگو کردند. بنویسد روزنامه اینترنتی ترکمنستان.ru. از جمله مسئله های ساختمان خطهای روی آهن اکینه، اندخوی و ترگونده هرات را بررسی میکنند. در این زمان در دایره لایحه 1.5 کیلومتر ریلز شپل‌ها را وصل گردیده از 33 انشاءات 16 انشاءات آبرسی را به انجام رسانیدند. پس از به اتمام رسانیدن خط روی آهن در قطعه اکین اندخوی دراز کردن خط تا مرز تاجیکستان به نظر گرفته شده است. در جریان گفتگوهای اظهار کرده شد که شبکه‌های پیشرفته روی آهن امکان می‌دهند که افغانستان به همکاری‌های منطقوی اقتصادی جلب کرده شوند که این به تحکیم صلح در افغانستان مساعدت می‌کند.
дар моҳи август шаҳрвандони русия маблағи 452 миллион доллар асъори хориҷиро аз суратҳисобҳо ва амонатҳояшон аз бонкҳо бозпас гирифтаанд. дар ин бора РБК бо истинод ба маълумоти Бонки марказии Русия хабар медиҳад. дар якуми сентябр ҳаҷми маблағҳои аҳолӣ дар депозитҳои асъори хориҷӣ то 89,2 миллиард доллар коҳиш ёфтанд. қабл аз он муштариёни бонкҳои Русия ҳисобҳои худро дар 3 моҳи май пай дар пай пур карданд, ки ҳаҷми онҳо 136 миллиард доллар ё зиёда аз он гуфта мешавад. дар моҳи август бақия пасандозҳои асъори хориҷӣ бо 0,5% коҳиш ёфта, ҳаҷми пасандозҳо қариб 1,1% зиёд гардиданд. бо вуҷуди ин, ба истиснои суратҳисобҳои махсус, бонкҳо дар моҳи август хуруҷи дар пайи пандемияи коронавирус рубли шаҳрвандонро сабт карданд. миёри миёнаи ҳадди аксари чунин пасандозҳо аз 4,2 то 4,43% коҳиш ёфта ба ҳадди ниҳоӣ расидааст. дар моҳи июли соли 2020 шаҳрвандони русия аз бонкҳо 508,6 миллион доллар гирифтаанд. барои муқоиса моҳи июн ин рақам дар сатҳи 332,1 миллион доллар боқӣ мондааст. хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед.